هی 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 جان باشه رفیق من. شتن جنجال خیریت جنجال تیار هستی شنگیل جنجال جان کجای جون جنجال خیریت پای چه کار میکنی؟ چقوق رحم میدم چه هی هی جکر هی هی شنگیل شکر جو فضل خدا کجای رفیق معلوم ای نیست. دل شلی رحم میدم تیار کو هستی؟ شکر نبه گیله دیشب یاد تر کردیم. نه کی مادرمه. نه بابا چی گفتم مادر تو من اختلاط نکردم گفتم این گیله خیلی چیز جالبیه. جالبه به چه خوبی هم هستیم اختلاط نکردیم از تو اختلاط نکردیم. بفهمیدیم میگه دیونه روی دی دست چوی دی. دیونه رو دی به دست چی دی آفرین بشیدیم مطلع. نه میگه دیونه روی دی به دست چوی دی. انا لکمی چیو به دست از تو. سبب کنم به تو بگم. انا لکمی چیو همی چیو به دست تو بدادم. راستی مادر تو حال بیتر شدن باشو کن خوب خاطر یک روز مهمون شما کنه بده میتم انا ما نانه میگفت اما برفتم مهمون اینا بدم تخمق میخدن دستا اینا میلیرسی که انا لکمی چیو به دست تو بدادم سعی کنی چه کار میکنی چی عکس العمل خود خونشون میدی که ما بفهمم. آنه خلاص اشته چه کار کنم چی رام نکو گیله کی بابا هر کی بهم جلو تو میاد بزن. بلدی کو زدن نه چه کار میکنی گیله دیوانه من تو نگفتم که بزن خود تو میگه تو جلو تو به جلو میبودی دیگه تو من بزن خب خودت اختلاط میکنم خب من چیو به دست تو دادم ببخش همینجا بس اگه هر کی بیان شروع که بزدم رفتم گیله مرا ایت نمیگم که تو بیدی بگفتی خوبه نگی از این چی نگی پای خیریات چیکار میکنی برو خوبه باز درخت هم کلاش داده چیه نه صبر کن سرقی چی گپه گردن ما بند باشه نیه چلاخ کدو بیلا شیر مادر تو گیله خدا یارتو باشه نه دیگه بخیر تو دیوانه شدی تو صبر بکن که چی گپه تو میزنی چی تو چوگو گرام میدی مادر عباس گفته مادر عباس چی گفته دیونه چی دی به دستی مویدی تو سرقی نمیفهمی بگر دادم خیطه نگفته چطور گفته گفته دیونه روی دی به دست چی دی تو که دیونه نی دیونه ای رسمی دیونه ای رسمی دیونه خدا حافظ نرمن اور که رسی دیونه بوده با خدا تو دیونه با زیر خاک شه تو دیگه بیارت اگه بقصه تو بیدی چره مثلا نگه آره خوب شد که ماما شاگل نمیدونم خدا خوب ماما شاگل اشترین خیریات بخیری چی گپای جان شما جوره ماما شاگل هم دست بچه شما نه چری شما می بچه خود ماما شاگل بفهمیم ولی اگه مراد به ما کرده باشه که ما از یک 4 سال کلانترم یا خودترم بیامدم به پیش میگم گیلک جور تیاری مونده نباشی چوب بر چاخت داده به سر ما بزن که نمیز بلای تیار کردیم یک دکتر ببرین که عادی پاک دیونه شده به نظر ما بخیر کجا بودی که من رای کردم به سر شلیا گفتم برو چوغوک بزن و ما هم کنه میگم در خونه ما استاد بودم ما مدام شلیا بوده قول بقول میکاده قدرت میکش ما پیش دیر شدم گفتم گیلک مونده نباشی چوب بر چاخت داده به شما بزن که نمیزنی البته چیزی بگفتی بریو ماما شاگل ما چی کار دارم بزی که چیزی بگم ما مونده نباشی بودم چیزی گفتم حتی هله تور بزن حالا من با مشاغل میگم چی بگم برای شما میگم به خدا ما پیش تیر شدم گفتم گیلک مونده نباشه بزن که نمیزنی این ما مشاغل ببریم به یک دکتر که بخیر پاک دیونه شده باشه ما برم به خونه به حساب از این بعد دیگه همین مردم وداد نکنیم ما مشاغل خیره نور الله جان تا به دل خونه گیرده با خدا به احترام شما نبودیم ما مشاغل به تام شلیا لغت میکنم ما تنی از اون نمیترسم خیره ما برم به حساب میرسم خب چی دیگه هی
عباس کو داری میزنی تو خب عباس گفته چی گفت عباس؟ گفته دیونه روی دی و دست چوی دی بد کرد عباس خاک برنگ عباس بسام کایا زوجه بیای اکه نه فهمیدو مرد کرد چی به تو بگه بسکه بده مداری برد تو از این بیترتر بخور ششتی اینه شکار گیلا دیونه شده گیلا اینه گیلا دیونه شده عباس بری همی تو چری تو میکنی؟ بله خجالت کشی دیونه روی دی و دست چوی دی کی؟ دیونه روی دی و دست چوی کی دی گفتی گپه؟ کی گویی گپه داره تو؟ عباس عباس نیست که دیونه شده دست تو چوی داده بابا نوروی عباس ناکی یاد داده که دیونه روی به دستی چویده سابق کن بیایا این خود برنگ توشه هر کی به تو بگه خود خوبه چون بده میگدی رمزو نرو بیزار باش دیونه روی دادم به دستی چوی دادم تو سلت نکنه اشته دیونیه بابا دیونه روی دادم به دستی چوی دادم اشته دیونیه دیر رکه میگو بابا عباس بریو یاد داده که برو مردم بزن وانچو وندشته شرقم بابا نوروز چپا خدات من بس نرو که تو سلت یعنی تو فکر میکنی که من مثل تو ماما نوروز زور گیله که ندارم بیخ گلویر بگیرم به دیوال میچسبونم بابا. حال دبا من دیونه روی میدم به دست چوی به یک چپا اگه چوی مو دست نفتاد هرچی مستی بگو چی خور فکر کرده رمزون چری تو پس میکنی برو من نرو که تو به تجور اصلا هم عباس بزو گفته دیونه روی دی به دست چوی دیوان وردش تو شروع کرده نه خیلی بینی خورد و کلونه نمیفهمه سنه همی رو بزنه میزنه شاختار باشه سکنم مریشتا میزنه برو اگه تو رزبون ایران نخواهد میتی بگو برو بجید گیلگ اگه دیونه بابا زی تا کارا زور خور میفهمه که به بالکی نشونده بابا دیونه روی دادم به دستی چوی دادم تو به گپ میفهمی یا نمیفهمی من مال برون دیونه روی میدم به دست چوی برو میدم غیرتی برو تو چی فکر کردی بیخ کلور بگیرم اون به دیوال میزنم او زور دست مر بدیده بابا من که به تو نصیحت میکنم از ما آدم میشنوی نرو با که تو کل شخی میکنی میری برو دو مکنی من با باخچه خو من برو مرا خو تیر نشون که گیلک استاده بابا تیاری بیار سوال چو برو با بخچه خوب و سهیه دیگه پس کلابار خور جمع کنیم شما ازیدی برین که دست به عذابیم برو که تو رسل لب سکویر از زبون ایلهی با ما مندازیم یعنی با ما دیونه تر موضوع که به دست بابا دیونه روی دادم به دستی چوی دادم من دو برای میزنه تو به گپ نمیفهمی من مثل از او دیونه شدم ما فهمیدی نمیدون بیزار باشه بنی گپ به تو خوب اگه من کاری هم نداشته باشم به منجگاه الان به خاطر گپ به تو میرم کسی کنم میشته دیونه روی دادم به دست چوی دادم با مور به یک چپات با آدم میکنم نمیدون تو را زبون میندازه بیزار باشه صحیحه مرکه به می قیافه و عذبون من دازم به من مرگ عروسیه دیگه پس رمزون بیا بری دیونه روی دادم به دستی چوی دادم برو ترسی برو رمزون بیا که تو از این دیونه تری به دست تو هنو چوی امنیه تو دیونه تر شدی رمزون بیزار باش بابا یله کن از من برو رمزون بیا نرو بیا که دیونه روی دادم به دستی چوی دادم بیا که بریم بیا یا بیا که بریم بیا تو برو من نمیم تو سیه برو دیگه بلد من نهی بده